داره تنبلی ترین تیرامیسوی دنیا رو درست کنیم. تیرامیسویی که توش تخم مرغ نداره و از دست کامنت هایی که شما چجوری تخم مرغ خام میخوری راحت میشی. اما اول کافی نیاز دارید. میتونید از پودر کافی آماده هم استفاده کنید. ساده تر از این تیرامیسو نداریم. پنیر خامه ویلی با هم بزنید تا نرم بشه. خام صبحانه صورتی اونم کمتر از یک دقیقه ترکیبش میکنیم. تموم شد. مهمتر از همه وانیلشه، یعنی میخوام این دونه های وانیل رو داخلش ببینم. نگاه کنید، تستش کنیم. پرفکت. کفش از این کرممون میمالیم. لیدی فینگر رو میزنیم توی کافیمون، میچینیم کف زهر. از این کرم میزنیم روی لیدی فینگرامون. یه لایه دیگه لیدی فینگر و دوباره کرم. الان وقت خوشگلاسیونشه. نوبت پودر کاکائوه. بارون پودر کاکائو. بعد از این کار میره توی یخچال چند ساعت استراحت میکنه. الان میتونم بگم من و تیرامیسو جانم و شما همه. میخوام برم تو دلش. حالا که چجوری بخورم انقدر بزرگه.